با درود بر شما خواهران و برادران ونزوئلایی. ممنونم از دعوت رسمی که از من کردید. چقدرم لطف و تشکر از شما دارم که منو فرست لیدی اول ایران صدا کردید. خیلی ممنونم. همونجور که دیدید از رفتارم، از این رفتار خیلی رسمیم که از هواپیما اومدم پایین، چه شوق و ذوقی دویدم پایین. خب خیلی دفعه اولمه، نمیدونم دارم چیکار میکنم، اما خیلی ممنونم از این مصاحبه. بفرمایید هر چی سوال دارید بپرسید، جوابتون رو بهتون میدم. بله ببینید، از پلیتیک سیاست ایران سوال کردید. ببینید ما با این امپریالیست آمریکا کاری نداریم اصلا با اینا. ببینید سن درختای دانشگاهی که من تدریس میکنم، آره والا من پروفسورم، نمیدونستین؟ خب الان میدونین مامونده ها. این سن درختای این دانشگاهی که من تدریس میکنم به عنوان پروفسور، خدای توبه، ببینید این درخت‌ها سنشون بیشتر از کل سن آمریکاست. برای همینه که ما خونده از تلاش آمریکا خندمون میگیره دیگه. شما هم بودیم میخندیدین. البته سن جنتی هم همین حدودا هم اندازه مال آمریکاست. آره دیگه. البته الان یادم افتاد که دانشگاه ما 64 سالش نیست که بیشتر نیست. رضا شاه روحت‌شاد مثل که آمریکا حدود 247 سالشه. خیلی یه اشتباه لپی بود، بذارید به حساب دکترام مونده ها. بعدش هم ببینید چرا، ببخشید من همین نوک صندلی هم نشستم. من خب عادت دارم میرم خونه همسایه ها، مثلا زردچوبه ای چیزی قرض میکنم برم خونمون. مثلا خب کم داریم دیگه، کم بوده. الان سنکشن همین آمریکا امپریالیسته که عمرش از درختای ما کمتره، سنکشن کرده بدجور. زردچوبه مرچوبه مثلا کم میرم از همسایه قرض کنم که مثلا برای آقامون یه غذایی آبگوشتی چیزی بپزم. خب میره اکابر، قرار کلاس هفتم داره میخونه، 6 تا خونده. آره برای همین من نوک صندلی میشم، عادت دارم که زود زردچوبه رو بگیرم و بدوم برم مثلا آبگوشتنا بپزم. بعد یه سوال دیگه هم کردین، چی بود خدایا؟ ببینید دشمن داریم، ما دشمن زیاد داریم. ایران دشمن زیاد داره از مغولا و اینا، آخوندا. خودمونم دشمن خودمونیم. آره والا ما یورش کردیم. آره عزیزان ببینید، قصت سوال دیگه ای که پرسیدین اینه که از این دشمنان ایران که بگذاریم که مثلا ما دشمن زیاد داشتیم، اصلا ببینید چرا زنها اصلا باید مثل مردا درس بخونن؟ کی گفته؟ زنان نباید به سختی مردا درس بخونن؟ اصلا زنها چرا باید درس بخونن؟ چرا اصلا باید مانند اونا کار کنن؟ خب خشونت در حق زناست دیگه. اما خب همین شوهر کنن، 9 سالگی برن شوهر کنن، درسایی مثلا شیر دادن و قنداق عوض کردن و اینا. یه امپریالیست وامونده حالا اینجا چیز دستش گرفته، بلنگو دستش گرفته، با اون عمرش که از درختای ما هم کمتره، زن زندگی آزادی هوار داره میزنه. اصلا زنای ما اصلا چرا باید فیزیک بخونن، شیمی بخونن، ریاضیات بخونن؟ خب اونا سخته براشون. همین شوهرداری، جاروکشی، خاک اندازه چجوری دستت بگیر، آبگوشت درست کردن، قنداق عوض کردن، بچه رو مثلا چیز کردن، شیر دادن، اینا خیلی درسای خوبیه. ما همین روش رو فقط دوست داریم. آره والا برای همینه که دیگه عمر درختای ما از کل آمریکا قدیمی تره. سوال دیگه ندارید؟ من پاشم برم که آقامون الان منتظره. گفتم شبا میره اکابر، اینقدر گی راجبش مزخرف گفتن این براندازای وامونده. اگه تو توییتر ببینین چه خبره. خب الان داره میره اکابر دیگه، چشتون در بیاد. کلاس 7 داره میخونه. خب 6 بود. آره رئیس جمهور شد، منم شدم فرست لیدی.
خب الان داره هفتم میخونه و ایشالله دیگه دکتر مثل من دکتر میشه. بعد از هفتم ما معمولا هممون دکتر میشیم پروفسور و یه کرسی تو دانشگاه ها میگیریم. من خب پروفسورم دیگه الان چیز رسمی میامدم اونجا خدمتتون تو ونزوئلا. راستی پولاتون چطوره؟ پولاتون مثل که ارزشش خیلی کم، چون ما هم داریم به شما میرسیم. آره آمریکای وامونده عمرش از درختای ما کمتر، دلاره رو بدجور فشار داره میاره. آره والا. خب برم دیگه، باید برم. ممنونم از این فرصتی که به من دادید، مصاحبه کردید منو. پاشم برم وقی بعدم میبینن تو. فعلا خداحافظ. امپریالیست وامونده، درختای ما از شما خیلی سنش بیشتره. چتونه؟ برید تا حالا بعدن. پاشم برم. خوش برم. خداحافظ.